دخترک کبریت فروش. سوز سرما قیامت می کرد. برف می بارید و هوا رو به تاریکی می رفت. آخرین شامگاه سال بود، شب سال نو. در این هوای سرد و تاریک دخترکی در خیابان می پلکید. یک لاغبا و پا و سر برهنه بود. از خانه که آمد بیرون دمپایی پایش بود، اما برایش خیلی بزرگ بود. راستش دمپایی ها مال مادرش بود. وقتی دخترک داشت از وسط خیابان شتاب زده می‌گذشت تا از سر راه کالسکه تیزرویی کنار برود، هر دو دمپایی را گم کرده بود. یک لنگه‌اش را نتوانست پیدا کند و لنگه دیگر را پسرکی در رو بوده بود و هره و کره کنان فریاد زده بود که وقتی صاحب طفلی شود آن را نعنویش می‌کند. و حالا دخترک بیچاره پای برهنه کوچه و خیابان‌ها را گز می‌کرد. پاهایش از سوز سرما ورم کرده و قرمز شده بود. دسته چوب کبریت به دست داشت و بیش از آن در جیب پیشبندش بود. تمام روز نه کسی از او خرید کرده و نه یک پاپاسی کف دستش گذاشته بود. سرمازده و گرسنه در شهر پرسه می‌زد. چشمش از زندگی ترسیده بود طفلک بیچاره. دانه‌های برف روی گیس دراز بورش می‌بارید. خرمن گیسوانش به زیبایی تمام پشت گردنش حلقه شده بود. اما او به این طور چیزها هیچ وقت توجهی نمی‌کرد. از پنجره تمام خانه‌ها نور می‌تابید و بوی بریان شدن غاز در سراسر خیابان به مشام می‌رسید. خب شب سال نو بود دیگر. و همین فکر او را به خود مشغول می کرد. باری رفت روی سکوی کوچک وسط دو خانه نشست و پاها را زیرش جمع کرد، اما بیشتر سردش شد. می ترسید برگردد به خانه چون یک دانه کبریت هم نفروخته بود و نگران بود احتمالاً از پدرش کتک بخورد. به علاوه خانه‌اش دست کمی از سرمای خیابان نداشت. در یک اتاق زیر شیروانی سفالی زندگی می‌کرد. با آنکه آنها سعی کرده بودند سوراخ‌ها و شکاف‌های بزرگ را با کاه و کهنه پاره‌هایی بگیرند، ولی باد زوزه کشان به درون می‌وزید. دست‌های کوچک دخترک از سرما بی‌حس و کرخ شده بود. اگر جرأت می‌کرد کبریتی بگیراند، می‌توانست اندکی دست‌هایش را گرم کند. چوب کبریتی برداشت و کشید روی دیوار آجری خانه. روشن شد. چه گرمایی داشت و چه روشن می‌سوخت، مثل شمع‌های کوچک. دستش را گرفت دور کبریت. عجیب بود. به نظر می آمد که کبریت بخاری چدنی بزرگی شده با ابزارهای برنجیش. اگر بدانی که چه گرمای دلپذیری داشت. دخترک هر دو پایش را دراز کرد بلکه گرم بشوند، اما در همان دم بخاری ناپدید شد و او ماند و کبریت تمام سوخته‌ای در دست سرمازده‌اش. کبریتی دیگر گیراند، زبانش دیوار را روشن کرد و دیوار مثل پارچه‌های توری پشت نما شد. حالا می توانست داخل خانه را ببیند. دید در آن میزی است با رومیزی حریر گلدار که رویش زیباترین ظرف‌های چینی چیده شده بود. وسط میز غازی بریان بود که شکمش از سیب و آلو پر شده بود. اما حیرت آورتر این که غاز با اینکه چنگال و چاقو به پشتش فرو رفته بود، از روی میز پریده بود پایین و داشت میآمد طرف او. دخترک دستهایش را دراز کرد و کبریت خاموش شد و دستش به دیوار سرد و سفید خانه خورد. کبریت سوم را زد. زبانه کشید و او داشت زیر درخت عید میلاد می نشست. این درخت خیلی بزرگتر از درختی بود که در شب عید از پشت در شیشه‌ای خانه بازرگان پولدار دیده بود و به علاوه خیلی زیباتر از آن آذین شده بود. هزارها شمع بر شاخه‌های سبزش شعله‌ور بود و تصویرهای رنگارنگ مثل عکس‌هایی که در شیشه بند فروشگاه‌ها می‌بینی به اون نگاه می‌کرد.
دخترک سر بلند کرد و به آنها لبخند زد و بعد چوب کبریت سوخت و از میان رفت و شمع‌های درخت عید میلاد ستاره‌های آسمان شد. شهابی در دل آسمان تاریک خطی آتشین کشید. دخترک زیر لب گفت: یکی داره میمیره. مادر بزرگش که از دار دنیا رفته بود و تنها کسی بود که همیشه این بچه را دوست می داشت و به او محبت کرده بود، به او گفته بود که تیر شهاب روح آدمی زادی است که سوی خدا می رود. باز کبریت دیگری روی دیوار کشید و در پرتوش مادر بزرگش را دید. خیلی جذاب و بی اندازه مهربان به نظر می آمد. فریاد زد: مادر بزرگ، منو با خودت ببر. میدونم وقتی کبریت خاموش بشه ناپدید میشی، مثل بخاری گرم و غاز و درخت قشنگ عید میلاد. بعد تند و تیز تمام کبریت هایی که در دستش مانده بود گیراند تا مادر بزرگش نتواند برود و کبریت ها با چنان شعله روشن و سرکشی زبانه کشید که شب تاریک مثل روز روشن شد. مادر بزرگ هرگز تا این اندازه ماه رخسار به نظر نرسیده بود. دخترک را گرفت به آغوش و با او به جایی پرواز کرد که در آن نه اثری از سرماست، نه گرسنگی و ترس، سوی خدا. در صبح پرسوز دخترک پیدا شد. گونه هایش گلگون بود و لبخندی کنج لبش بود. درگذشته بود. در آخرین شب سالی که گذشته بود از سرما یخ زده بود. آفتاب اولین روز سال نو بر جسد کوچکش تابید. دامنش پر از چوب کبریت های سوخته بود. مردم گفتند تقلا کرده خودشو گرم کنه. و کسی نمیدانست که دخترک چه رویاهای شیرینی دیده یا او و مادر بزرگش با چه شکوه و جلالی پا به سالی به راستی نو گذاشته بودند.